با سلام، من نیلوفر هستم به نمایندگی از زنان پشتیبان گروه عقاب ایران. میخواستم درود بگم خدمت تیمسار خلبان روحانی عزیزم، فرمانده گروه نظامی سیاسی عقاب ایران. من میخوام یه سری مسائل مشکلاتی که ما خانم ها در ایران باش دست به گریبان هستیم و در موردش صحبت کنم. ببینید، خب همه میدونیم که مردها، آقایون خب خیلی اذیت میشن تو این رژیم آخوندی، ولی خب ما خانم ها خیلی محجورتر و واقعا تحت ظلم بیشتری هستیم. شما نگاه کنید، ما نمیتونیم لباسمون رو خودمون انتخاب کنیم، به اون دیکته میکنن چه لباسی بپوشید. من تشکر بسیار ویژه‌ای دارم از شخص شما، به خاطر اینکه شما اولین گروه اپوزیسیون هستید که جایگاه خاصی رو برای خانوم‌های مخالف این رژیم آخوندی قرار دادید. یعنی یه جایی که خود اونها خانوم‌ها رو براش یه تشخص خاصی، یه ارزش منزلت خاصی قائل شدید که خانوم‌ها بیان به نفع جداگانه، چون خودتون فهمیدین که دردی که ما خانم ها از این رژیم آخوندی کثیف میکشیم خیلی بیشتر از اون دردی که آقایون میکشن. ما خیلی محدودتریم، آزادی انسانی ما خیلی بیشتر زیر سوال میره. و نکته دیگه اینه که من میخواستم بگم ما هم تلاش کردیم، در واقع زحمات شما، گروه ما تلاش کرده جبران کنه در حد توانش. البته اینکه ما وبلاگ زنان پشتیبان عقاب و فیسبوک زنان پشتیبان عقاب رو راه اندازی کردیم با این گروه خانم هایی که داریم کار میکنیم، و در این وبلاگ و در این فیسبوک همین که داریم مشکلات که تو ایران هست رو مطرح میکنیم، و اینکه روز رستاخیز ملی میهنی ما که 6 مهر ساعت 6 بعد از ظهر قرار انجام بشه، ما اونو تبلیغ میکنیم اونجا، در موردش مردم رو دعوت میکنیم که بیایید تا این رژیم کثیف آخوندی رو براندازی کنیم. ما بعدش هم ما حتی روی پول هم یادداشت میکنیم، یعنی روی پول مینویسیم که روز رستاخیز 6 مهر ساعت 6 ای مردم ایران به خیابون ها بیاین تا این رژیم آخوندی رو ورشون داریم. بعد یه مسئله دیگه هم که من میخواستم بگم، ببینید آقایون عزیزی که واقعا مخالف این رژیم هستید، ما نمیترسیم، ما که زنیم نمیترسیم، پس شما هم نترسین. مطمئن باشید اگر خیزه سیلاسا باشه هیچ دفاع نظامی نداره، همون جوری که جناب سرلشکر تیمسار روحانی میگن. شک نکنید، بدونید که ما پیروزیم و اینها رو مطمئن باشید از جا بر میداریم، برکنار میکنیم. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم به آرزوی پیروزی ایران، پیروزی ایرانی، و به این امید که ما یک خیزش جمعیتی زیادی رو در 6 مهر ساعت 6 بعد از ظهر داشته باشیم. پاینده ایران، پاینده عقاب ایران.